یه دوستی دیشب بهم زنگ زده بود، میگفت که نامه خروج از مرز گرفته، بعد اومده به صاحبخونش نشون داده، گفته من 15 روز وقت دارم، ولی صاحبخونه بهش گفته که من پول از خودم ندارم بهت بدم، باید مستاجر بیاد تا این خونه رو بگیره من بتونم پول شما رو بدم، یا شما برین من پشت سرتون پول رو حواله میکنم. دوستان عزیز، خواهشن زودتر اقدام کنید، به این مشکل بر نخورین، چون قبلا خود اتباع خود افغانستانی ها بودن می اومدن خونه رو میگرفتن، الان کسی خونه نمیگیره، همه در حال رفتنه. و مشکل اینی که اون خونش به رهن بره یا نره، مشکل این بنده خدا نیست، این سرمایه اصلیش همین رهن خونشه. حالا 200 میلیونه 300 میلیونه این بره افغانستان، اگر بخواد برگرده 60-70 میلیون تومان باید هزینه کنه، پاسپورت بگیره، مدارکشو درست کنه که بتونه برگرده بیاد این 200-300 میلیون رو بگیره. اگر نه، من که چشم آب نمیخوره که این بنده خدا بره، بعد اون این آقا بیاد خونه رو رهن بده، بعد 6 ماه بعد 3 ماه بخواد پولو بزنه یا حواله کنه افغانستان. این تکلیف اینا چیه؟ اینا من نمیدونم که این آقایون یه تدابیر، لااقل یه نامه بده که اگه این طرف نخواست پول ایشونو بده، بره از دولت بگیره، دولت بهشون بده، بعد به مرور به سر فرصت بتونه از این آقا بگیره. ولی اینی که ضرب العجلی 15 روز مهلت میده که آقا ظرف 15 روز باید ایرانو ترک کنی، این آقا چطوری رهن خونشو بگیره یا چطوری خونشو بخواد بفروشه؟ این یه مسئله خیلی جدی هست، هم از سمت اتباع افغانستانی های عزیزی که میخوان برگردن زودتر به فکر این چیزا باشه، هم اونایی که مهاجر دارن مستاجر دارن، اینا باید یه فکر اساسی بشه انشالله که دغدغه پول و سرمایه نداشته باشیم. قربون همه برم.